لایف هستیم. سلام علیکم به همه دوستایی که همین لحظه ما را میبینن و یایی که ویدیو ما لایف ما را بعدا میبینن. امروز لینا هستم. امروز باز هم یک لایف دیگر با یکی از همکاران عزیز ما داریم که البته ناگفته نمانه که ما نیلاب جان و سیوتا جان از نیلاب جان از امریکا و سیوتا جان از کانادا دعوت کرده بودم. نظر به مشکلاتی که سیوتا جان داشت نتوانست که امروز به لایف ما اشتراک کنه. کدام مشکل نیست، باز برنامه خود همراهشان داشتیم. امروز ما میخواییم که همراه نیلاب جان صحبت کنیم و در مورد از که ما چگونه از طریق آنلاین کار میکنیم. پیش از که ما مثلا سوالای خود شروع کنم کمی در مورد خود صحبت میکنم، چرا که نیلاب جان اولین بار است که به لایف ما آمده و دوستایش و فالوورایش مرا نمیشناسن. لینا هستم و من مادر دو طفل هستم و البته 18 سال است که همراه فامیل خود در استرالیا زندگی میکنم و جاب یا کار اصلی ما هم معلم کودکستان هستم و هم به حساب سوشل ورکر هستم. اما فعلا در بخش کودکستان کار میکنم. نظر به مشکلاتی که دارم نمیتونم زیاد سفر کنم از یک منطقه به منطقه دیگه به او خاطر. و در پولی کار اصلی خود ما دیجیتال مارکتینگ بزنس اونرم هستم. مدت 1.5 سال میشه که ما این بزنس شروع کردیم. به این دلیل شروع کردیم که چون وقتی که من فول تایم بیرون میرفتم کار میکردم واقعا بر من بسیار سخت بود و همیشه این احساس داشتم که باید همراه اولادایم زیادتر وقت خدا سپری کنم، بخصوص که بچه کلانم تینیج است و بچه دومم مشکلات داره که باید همراهش زیادتر آدم وقت سپری کنم. به او دلیل بود که ما داخل از این بزنس شدم و الحمدلله راضی هم هستم و فعلا کار فول تایم خدا به کار پارت تایم آوردیم. انشالله در آینده نزدیک روزای کاری خدا کم میسازم. حالا میاییم به سراغ خواهر مهربان ما نیلاب جان که بر ما وقت گذاشتن. یک جهان ازشان تشکری میکنم. واقعا سخت هم است که از ناشبشان است و از ما روز ماست. باز هم ما تانستیم که بین خود برنامه ریزی کنیم و این لایف برگزار کنیم. نیلاب جان شما میتونین برای دوستا خود معرفی کنین؟ سلام تقدیم میکنم خدمت هم عزیزایی که لایو میبینن یا بعدا تکرارش از صفحه من یا از صفحه شما میبینن. اسم من نیلاب است، در امریکا زندگی میکنم همراه شوهرم و دو دختر نازم و تشکر میکنم از لینا جان که من امروز در صفحه خود دعوت کردن تا یک سلسله گفتگوی داشته باشیم در مورد بزنس ما. و قسمی که لینا جان گفتن دلیل یا وای ما هم همی بود که چون طفلای من خردسال است، اگر چی تینیجر هم نیست زیادتر یعنی مادر هستیم و هر سنی که اولادای ما باشن به مادر نیاز دارن. سن خردسالی سنی است که دیگه طفلا بیشتر ضرورت احساس میکنن به مادر خود. بنابراین من میخواستم که همیشه در هر حال همراه اولادای خود باشم. دخترای من 5 ساله و 3 ساله است. نمیخواستم که در بیرون از خانه همیشه فول تایم کار کنم و خدای ناخواسته وقتی مریض میشن مجبور باشم اونا رو به پرستار بانم. یا هم شما میفهمین کشورها محیط بسیار فرق میکنه تا کشور عزیز خود ما از هر لحاظ. دیگه من میخواستم بیشتر با اولادای خود وقت سپری کنم. بنابراین این بزنس آنلاین شروع کردم که خیلی هم راضیه. تشکر نیلاب جان، زنده باشین. میدانم که نیلاب جان به مدت چند ماهی است که شما بزنس شروع کردین و در این مدت بسیار کم شما توانستین که یک رتبه بالا برین. آیا میتونین که برای ما توضیح بدین که یعنی با وجود که اولادار هم هستید مسئولیت خانه تان هم زیاد است، چطور توانستین که به وقت کم ترقی کنین؟ لینا جان قند موفقیت همیشه دلیل پشت کار و زحمت کشی و تلاش است برای همگی، یعنی نه تنها به من همیشه با واسطه از اینکه تلاش میکنم پشت کار دارم و زیاد کوشش میکنم که همون سیستم میره که برای ما طراحی شده کوچ و منتور از شما
بهتر میفهمین و کسایی که در بزنس نیست بر شما باید بگویم که در این بزنس ما تنها نیستین. یک کوچ و یک منتور ما را قدم به قدم همکاری میکنه. اونا کسایی هستن که قبلتر از ما در بزنس پیوستن، تجربه دارن و دانش بیشتر دارن. ما همیشه کوشش کردیم که بر راهنمایی های کوچ و منتور خود متحد باشم، صحبتاشان مو به مو عملی کنم. و شما میفهمین ما مسترماین ها داریم در این بزنس که لیدرهای خود بزنس صحبت ها میکنن و کتاب های بسیار عالی را، پادکست ها را، اینا را در ترنینگ ها بر ما لینکش هم میگذارن که طبعا اونا هم خالی از مفاد نیست، همگیشان خیلی خیلی تاثیر مثبت داره در روی نه تنها در این بزنس لینا جانقن، در همه عرصه های زندگی. او چیزهایی است که واقعا شما دوستای عزیز اگر در بزنس بیاین، من همیشه هم را شوان میگم که من ایلابی که 8 ماه 9 ماه پیش بودم حالا 180 درجه مرا تغییر داده این بزنس. کتاب هایی که ما داریم در ترنینگ ها، لیدر های ما گپ هایی را که میزنن و موفقیت های خود شیر میکنن، استراتژی های خود میمانن. و طبعا که آدم گپ دیگر رو هم گوش کنه، کسایی که میگه تجربه پدر علم است، هم کتاب بخوانیم و هم صحبت های بزرگای ما را که در بزنس از گوش کنیم و کوچ منتور هم همراه ماست که همیشه هر مشکل داشته باشیم ریچ اوت میکنیم، ما را تنها نیستیم، کمک میکنن. همه اینا دست به دست هم داده مرا موفق ساختن در بزنس. بله درست است نیلاب جان، امرایتان هم نظر هستم. امی که ما شما به هم کار میکنیم و منتور کوچ هم در اختیار ما میباشه و تجارب خود به یک دیگه شیر میکنیم و میگیم که اینی از اینی را من موفق شدم، از این را من موفق شدم، اینی را من یاد دارم. اینمی چیزا آدم زیاد تجربه آدم زیادتر و زیادتر میسازه. در پولی ازی که ما مکمل پروگرام داریم که قدم به قدم او را یاد میگیریم و در پولیش گفته خودتان میتینگ های داریم، ماسترمایند های داریم که ما را میرسانه و در پولیش ما دوستای بسیار خوب داریم. مثلا ما در هر لایف خود که میرم من یک چیز از بزنس پارتنر خود یا همکار خود من یاد میگیرم. مثلا دین شب امیر رقم یا اونا مثلا یک چیز از بزنس، مثلا کراس پوستینگ یا مثلا در می فیسبوک بسیار یک کتاب بسیار بزرگی است که قدم به قدمش، یعنی واقعا کار آسان نیست که آدم یاد بگیره، مگر وقتی که شیر میکنه آدم تجارب خود خود معنی یاد دارم یکی بدگی خود، اینمی مایندست آدم بسیار بلند میبره و آدم احساس بسیار خوشی میکنه که خب سعی کنین ما یک چیز رو یاد داشتم و این یاد دادم. و این بزنس ما یک بزنس اما تو که ما خود ما یاد میگیریم آموزشی است، هم یاد میگیریم هم یاد میدیم. و در پلوی از این ویدیوهایی که ویدیو بیست هایی که ما در ترنینگ داریم میکنه گیش قدم به قدم ما را راهنمایی میکنه. تشکر نیلاب جان، واقعا به طور بسیار مختصر و به طور بسیار مفصل شما توضیح دادین که چگونه از این بزنس ما استفاده کنیم. خب شما برای مادرایی که یا برای پدرایی که واقعا مثلا از بیرون خسته شدن از کارهای بسیار شاقه، مثلا ما داریم بسیار آقایان داریم که مثلا دمی مملکت‌های خارج نجاری میکنن، مثلا کارهای فیزیکی زیاد میکنن و از صبح میرن تا شام مصروف کار بیرون هستن و وقت برای فرزندای خود ندارن. یا میرقم مادرای داریم که کارهای بسیار سخت مثلا صبح تا شام میرن کار میکنن یا با گفته از 9 تا 5 کار میکنن و اولادها در کودکستان میمانن، وقت بر خود ندارن برای اولاد خود. شما برای ازنا چی گفتنی دارین در مورد از این بزنس؟ بله خانم لینا جان، من واقعا تقدیر میکنم کسایی را که زحمت میکشن، تلاش میکنن، کار میکنن تا یک به اصطلاح عام یک لقمه نان حلال به دست بیارن. من دستای همشان میبوسم. اما چی خوب است که آدم هم یک مایندست بزنسی داشته باشه، یعنی زندگی پیچک به پیچک، مخصوصا در کشورهای مثل اروپا، استرالیا، آمریکا، کانادا که ما شما زندگی میکنیم، واقعا ناممکن است که آدم با زندگی به پیچک یک زندگی راحت داشته باشه، چون سطح زندگی بالا است. در اینجا همه چیز قیمت است، انفلاسیون هم روز به روز رو به رشد است. یعنی
خیلی مشکل است دیگه که آدم با اون زندگی که میخواه رویایی که داره را برآورده کنه با اون زندگی کارمندی. بنابراین ما با آقایانی که کارهای فول تایم دارن و خانم هایی که مثل ما و شما مادر هستن نمیتونن بیرون از خانه کار کنن یا پارت تایم زندگی خود به پیش میبرن، چون با یک اینکم سورس واقعا زندگی سخت است. شوهر خانم در اینجا واقعا باید کار کنه، حداقل پارت تایم یا فول تایم. چی خوب است که آدم یک بزنس از خود داشته باشه، یک علم یاد بگیره و در پهلویش از خانه کار کنه، رئیس بالای سر نداشته باشه، چون این بزنس ما دوستای عزیز مشخص به یک زمان و مکان نیاز نداره. هر وقت ما خود ما بخوایم کار خود به پیش میبریم. فقط یک موبایل و خط اینترنت، اکثرا 80% کارهای ما با موبایل میشه، بعضیاش مربوط ادها و چک کردن اینا میشه باز با کامپیوتر. اگر ما بخوایم نخواهیم 2 ساعت یا بیشتر از او در سوشال میدیا هستیم، چون متاسفانه طفلا و بزرگسالا همگی. چی خوب است که شما هم 2 ساعت فقط در 24 ساعت 2 ساعت سری بزنس کار کنین، من حیث یک پلن بی در ابتدا شروع کنینش. همگی اکثر همکارای ما در پهلوی کار فول تایم خودی بزنس شروع کرده تا 1 سال 1.5 سال، چون بزنس است. این بزنس ما مثل بزنس های دیگه یک شب پولدار شدن نیست. شما باید زحمت بکشین، به بزنس خود وقت بگذارین تا که برندتان آشنا شود برای همگی. بنابراین زحماتتان بی‌پاداش نمیمانه. شما اگر در این زندگی کارمندی ادامه بدین، ما مهاجر هستیم، همگی ما تحصیلات خود در کشور خود انجام دادیم، ما اقتصاد خواندیم در کشور خود و اینجا بانکداری خواندم، یعنی خانم لینا جان هم همچنان، همگی ما با بک‌گراندهای خاص در این بزنس آمدیم، یک چیز را خواندیم. اما متاسفانه اکثر ما بالای 20 سال بودیم که در کشور مهاجر شدیم. ما که اصلا اینکه اینجا مکتبم بخوانیم، دانشگاهم بخوانیم. خب در نهایت چی؟ ساعت $40 $35 نهایتا همی منیجر یک بانک ما باشم، از $30 $35 زیاد بر من نمیده. اما این بزنس کپاسیتی خیلی بالا داره. get rich quick نیست، اما برتان ایره بیخی با جرأت میگم که بالای 1 سال که در این بزنس باشین 2 برابر 3 برابر آید فیلی فول تایم تان به دست میارین. پس خانم هایی که در خانه هستین فاینانشلی خود اندیپندنت بسازین. شکر به سر پدر ما، برادر ما، شوهر ما، اما خود باید مستقل بسازین. متکی باشین. شما با آشپزخانه ساخته نشدین که همیشه دیگه کاسه کنین، پاککاری کنین و تمام عمرتان با کارهای خانه سپری شود. بیاین این بزنس شروع کنین، یا اگه این بزنس هم نمیه یک بزنس دیگه، مقصد از زندگی کارمندی خود نجات بدین. بله درست است نیلاب جان، میگن خواستن توانستن است. اگر آدم بخواه، اما بعضی کسا میگه که ما هیچ وقت به چیزا ندارم. من میبینم زیاد نفرها مثلا میاین در وبسایت ما وقتش ندارم، یا اجازه فامیل ندارم، یا حوصله او اصلا این فامیل مثلا همشیرایم که مرا میبینن که ما چه رقم کار میکنم، میگه که تو چقدر حوصله داری، اوه ما این کار کردن نمیتونیم، اوه ما این کار نمیتونم. خب کل گپ به دست خود انسان است، نه که خود آدم زندگی خود برنامه ریزی کنه. همین که آدم میگه خواستن توانستن است، یعنی وقتی که بخوای به هدف میرسی، 100% به هدف آدم میرسه. و گفته خودتان کلگی ما در سوشل میدیا هستیم، نرمالی فعال هستیم. همین چقدر خوب است که سوشل میدیا، ما از سوشل میدیا استفاده کنیم، نه سوشل میدیا از ما استفاده کنه و هیچ وقت ما ضایع شده بره و ما هیچ عاید نداشته باشیم. اینی در حقیقت سوشل میدیا درست است یک انترتینمنت است، مگر در حقیقت اگر آدم فکر کنه سوشل میدیا جای بزنس است، جای کار کردن است، جای درآمد است، جای کسب پول در آوردن است. و حالا میبینیم که مثلا یک ویدیو، 2 ویدیویی که در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک میبینی چند تا ویدیوهای ادورتایزینگ میاد که پروداکت های خود مردم به فروش میرسونن، یا بزنس های خود، یا کسی افیلیت مارکتینگ میکنه، کسی سوشال مارکتینگ میکنه، کسی دیجیتال، هر کس یک بزنس داره در سوشال میدیا. ما افغانا هستیم، تقریبا من نمیگم قضاوت نمیکنم، من
تقریبا 70% ما فقط به موضوعات اجتماعی که یعنی انترتینمنت است، ساتیریست، با بعض موضوعات دیگه هست، به اون مصروف هستیم. اما اصلا فکر از این نمی کنیم که خب یعنی من تو یک فکر میکنم، یک احساس دارم که این برنامه‌ای که ما مثلا بسیاری از افغانای ما جور میکنن، نی مثلا مسئله رقص است، مسئله تیک تاک است، مسئله مثلا گیم بازی است، یا مثلا کارهای غیر اخلاقی که انجام میدن، اینا همیشه ثبت میشه forever، بر همیشه ثبت میشه. فکر کنین اولادای ما مثلا خرد است، یک وقتی که جوان میشن و این ویدیوها که ما وقت سرسفید شویم، پیر شویم، ویدیوهای ما برای و ما به مقابل اولادای خود چی جواب آدم بتنی، نه تا به اولادای خود، به مقابل کلگی مردم. چرا امی ویدیوهای ما ثبت شود، یک نمونه مثال خوبی برای جامعه خود، برای فامیل خود، برای فرزندای خود باشیم که وقتی که اولادای ما کلان میشه، مثل ما وری نمت زحمت کش باشه، مثل ما وری اینمی رقم از سوشل میدیا استفاده کنن، نه ای که برن 24 اورز بالای سوشل میدیا و تیک تاک و سنپ چپ اینان باشن. امی گفتی مردم اما تو کلیک 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 ویدیوهای مردم سعی کنن وقت خدا نه از درس و نه از هیچ. ما از خاطر همیشه اینمی نظرم تو میگم بیاین که از سوشل میدیا استفاده کنیم، یک بزنسی از خود جور کنیم، کار کنیم. یعنی راههای پول بسیار زیاد است. میتونی آشپزی کنی، میتونی افلیت مارکتینگ کنی، مثل ما و سوشل مارکتینگ کنین. سوشل مارکتینگ کنین آسان هم است، قدر سخت هم نیست، فقط میای گپ میزنی یا یک پست نشته میکنی. تشکر نیلاب جان قند. یک جهان شما آخرین سوال هستن، میگم نمیخوایم زیاد وقت شما رو بگیرم، میدانم که شب است. برای کسایی که اگر بخواین علاقمندی بگیرن و بزنس شروع کنن، اونا چگونه بیاین بزنس شروع کنن؟ یک کمی معلومات اگر بهشون بتین، بعد از برنامه خود ختم میکنیم. بچه شما دینا جان قند، حتما دوستای عزیزی که میخواین این بزنس شروع کنین، اکثرا به اضافه گپای شما یک نقطه رو اضافه میکنم، خدا کنه زیاد توضیح نده باشم. بسیاری در پهلوی گپای شما این رو میگن که ما تا حال این کار نکردیم، ما چطور ما هم قبلا گفتم که هر کدام ما بک‌گراند خاص خود داشتیم. قبلا دیجیتال مارکتینگ من خودم هیچ چیز نمیفهمیدم، فقط یک واتساپ داشتم، یک فیسبوک، بسیار کم از فیسبوک استفاده میکردم، زیادتر واتساپ برای که با دوستا و تماس باشم. اما یاد گرفتیم با ترنینگ هایی که داریم دیگه. ببینم هیچ وقت اما قدم اول میفهم سخت از برمگی، امو رو بردارین بیاین امتحان کنین. این بزنس ما گزینه امتحان کردن هم داره. دوستای عزیز شما میتونین که با وارد شدن به این بزنس کاملا رایگان است. معلومات اولیه فری است. شما اسم و ایمیل خود برای لینا جان یا برای من یا خودتان میتونین در وبسایت های ما که در فیسبوک، اینستاگرام، در همه جا که ما را سرچ کنین، اسم ما در گوگل سرچ کنین، چون ما وبسایت قانونی داریم، پیدا میتونین. هر رقم که شما راحت هستین با ما به تماس شوین، یک پیام بارین، ما شما را همکاری میکنیم و یک دوره تحقیقاتی داریم در این بزنس که شما میتونید بزنس آزمایش کنین، همه معلومات بگیرین. ما چیز زیرمیزی و پنهانی نداریم، همه معلومات در اختیار شما قرار میگیره و شما خودتان تصمیم گیرنده هستین که آیا با ما جوین میشین به تیم 180,000 نفری و جهانی ما یا نه. درست است. تشکر، زنده باشین. کاملا درست. قسمی که نیلاب جان گفتن، اولین قدمش خود راجستر میکنین و معلومات میگیرین و بعد از او قدم دومش ما یک ممبرشیپ دوره تحقیقاتی داریم که برای دوره تحقیقاتی 30 روز وقت براتون میتیم که گفتیم نیلاب جان بیاین تحقیقات نکنین، ریسرچ نکنین. اگر خوشتون آمد شامل دوره یا قدم سومش میشین که او کوچینگ کال است. کوچینگ کال باید براتون زنگ میزنه، تمام معلومات براتون میته که شما چگونه آیدی بزنس تانه بگیرین. اگر علاقمند باشین برای نیلاب جان یا برای من به تماس شوین، ما به طور چیزی که خود ما یاد گرفتیم کاملا بدون کمی کاسی شما را هم یاد میدیم. دیگه از این وقت زیادتان نمیگیرم. نیلاب جان یک جهان تشکر که وقت گذاشتی و آمدی، با وجودی که اولادا میفهم مصرف شب است، بیدار هستن، بازم بر من وقت گذاشتی. من یک جهان تشکر و امیدوار هستم که همیشه موفق و کامگار و کامیاب باشی. خواهش میکنم نیلاب جان، تشکر از دعوتتان. یک جهان که مرا لایق دانستین که با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم. تشکر و تشکر از دوستانی که همین لحظه لایف ما را نگاه میکردن و از حبیب جان سعید یک جان تشکر که اینجا بر ما کامنت دادن. حبیب جان واقعا یک انسان بسیار عالی و بسیار با تجربه است که ما بسیار چیزا را از حبیب جان گرفتیم، هم منتورم است و هم کوچم است. از کامنت های زیبایی که اینجا دادین یک جان تشکر و دیگه وقتتان عزیز اضافه نمیگیرم. همگیتان به خداوند پاک میسپارم. باز هم ما لایف خواهد آمدیم امرای دیگه همکارای ما انشالله باز هم خواد زیاد گپ زدین در این مورد زی بزنسی که ما انجام میتیم. اگر سوال داشته باشین میتونین از طریق مسنجر برای نیلاب جان یا برای ما پیغام بتین تا ویدیوی یا لایف بعدی که ما برگزار کنیم زیادتر در این مورد صحبت کنیم. دیگه زیاد وقت تا نمیگیرم. به خداوند پاک همگیتان میسپارم. شب روزتان خوش. خداحافظ دوستای عزیز. خداحافظ. خدا